وقتی آن رسیده است که واقعا هم خادم دین بودن را به نمایش بگذارید، اثبات کنید که خادم دین هستید، نه اینکه دین در خدمت شما هست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، یکایک شما را به فرارسی عید سعید اضحی مبارکباد میگم و از پروردگار منان برای هر کدام شما تنصیحاتی، قبول عبادت ها و سعادتمندی دنیا و آخرت را تمنا دارم. دوستان گرامی، اینجا میخواستم یک قشر خیلی هم مهم را پیش از همه با عیدشان تبریک بگویم و بعدا چند نکته را خدمتشان عرض خواهم کرد که این هم قشر روحانیت یا علمای عزیز کشورمان هستند و کسانی که به اصطلاح امروز آنها را خادم دین میگن. من میخواستم یکایک شما را بزرگواران ملت به این عید شریف تبریک بگویم و از پروردگار برایتان تنصیحاتی و سعادت را تمنا کنم. این چنین از پروردگار تمنا دارم که به شما اون صفت ها و ویژگی هایی که خاص یک عالم هست، خاص میراثبران پیامبران هست، پروردگار عطا کند. چون پیامبر اکرم در یک حدیثشون میفرمایند که العلماء ورثة الانبیاء، علمای ملت این وارثان انبیا هستند. حضرت ابراهیم هم که این عید اضحی از ایشان میراث مانده است، یکی از انبیا بود. و شما علمای عزیز، خطیبان مساجد، کسانی که در خدمت دین و وطن و ملت هستید، واقعا اگر میراثبر انبیا هستید، از آن جمله میراثبر حضرت ابراهیم که این عید به خاطر جانسپاری ها، گذشته ها و به خاطر اون قربانی های ایشان اساس گذاشته شد و امروز ما جشن میگیریم، باید که واقعا در عملهای خود اثبات کنید، نشان بدهید که میراثبر واقعی پیامبران هستید. پیامبران ما میراث مادی نداشتند که خانه و در یا پول و مال داشته باشند که شما میراثبر آنها باشید. وقتی که پیامبر عزیز شمایان را میراثبر انبیا دانستند، منظور میراث معنوی بود. میراث معنوی پیامبران چی بود؟ این گفتن سخن حق، رساندن حرف حق، مبارزه با ظلم، دفاع از دین، دفاع از وطن، دفاع از آزادی، دفاع از عدالت. پیامبران دیگر رسالتی نداشتند جز رساندن سخن پروردگار، جز هدایت مردم، جز گفتن حقیقت ها، جز مبارزه با ظلم. حضرت ابراهیم که امروز درباره‌اش داریم صحبت میکنیم، یکی از پیامبرانی بود که بت شکن بود و بت‌ها را شکست و این میراث اساسی حضرت ابراهیم است که امروز ما درباره عید او صحبت میکنیم یا عیدی که از او میراث مانده است. متاسفانه این شب و روزها در عرفه این عید بزرگ بعض رسانه‌های حکومتی نوارهای را نشر کردند که نه تنها لطمه به دین مبین اسلام، لطمه به هویت و حیثیت ملی ما تاجیکان، بلکه پیش از همه به علما، به کسانی که نام ملایی را دارند، با آنها ملا، داملا یا خادم دین گفته می شود، به اینها خیلی ضربه های بزرگ زده شد. البته این سیاست نو نیست، سالها هست که بعضی از مقامات و شاید خود بدنه حکومت در مجموع یک سیاست دین ستیزی، اسلام ستیزی و مبارزه علیه همه چیزی که به دین، به داملا، به علما ربط دارد را آغاز کرده است. بعضی از دوستان، بعضی از علما میگفتند که چون شما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رقیب رحمانوف هستید و قوی ترین نیروی اپوزیسیونی هستید، به خاطر مبارزه با شما علیه دین، علیه اسلام، مسجد، مدرسه، ریش، حجاب، حکومت مبارزه برده ایستاده است. اینک 5 سال است که ما در کشور نیستیم علمای عزیز و دیگر بهانه برای سرکوب کردن دین، تحقیر دین در تاجیکستان وجود ندارد، بلکه حکومتی با عقل، با منطق باید خودش می آمد حامی دین می بود، صاحب دین می بود و دینی واقعی مردم را حمایت می کرد و نشان می داد که نه، اصلا اون مخالف دین نیست، بلکه مخالف اپوزیسیون خودش است، اپوزیسیونش را سرکوب میکنند نه دین را. اما چند روز پیش یک نواری را نشر کردند با نام مولای فاسق و
که اصلا اون نفری که در نوارها هست هیچ ربط به دین، به ملا، به علما و به اسلام ندارد. یک قلاب، یک جادوگر و اما مقامات رسمی اگر چی میدونن که این هیچ ربطی به دین ندارد بلکه دین خودش محکوم میکند این گونه افراد را، باز هم سرلوحه میگذارند با نام ملای فاسق تا اینکه یک ضربه به دین، ضربه به ملا و به اهل علم و اهل منبر زده شود. بزرگواران محترم، من که خود را اجازت نمیدهم شما را نصیحت کنم، بلکه هنوزم خود را یک طلبه، یک شاگرد شما میدونم. اما وقتی آن رسیده است که واقعا هم خادم دین بودن را به نمایش بگذارید، اثبات کنید که خادم دین هست، نه اینکه دین در خدمت شما هست. چون گاه می شود که دین خدمت میکند به کس. برای مثال شما بزرگواران که امروز صاحب منبر هستید، صاحب حالا منبر پیامبر هستید، خطیب هستید، مؤذن هستید، این باید که شما به دین خدمت کنید، به همین خاطر از شما را خادم دین میگن. اما عملا اگر نگاه کنیم چنین برمیاد که برای بعضی ها برعکس است. دین به آنها خدمت میکند، دین معاش آنها را تأمین میکند، دین به آنها جایگاه میدهد. اگر شما بگید که امر معروف کردن، خطبه نماز جمعه را خواندن یا امامتی مردم را کردن، این خدمت به دین است. حالا بدانید که در زمان امروز مردم امر معروف، علم اسلامی را تنها دیگر از مسجد نمیگیرد، از اینترنت، از گوگل و هزارها برنامه‌های اینترنتی هست که مردم خودش مستقیم میرود از بزرگترین استادان اسلامی درس‌های شریعتی را می‌آموزد. وقتی آن رسیده است که دیگر ما مستقیما به دین خدمت کنیم به معنای آن که بیایم از ارزش‌ها دفاع کنیم. اگر شما حالا که قرار نیست که شما طرفدار ما باشید، شما مخالف سیاست‌های رحمانوف باشید، شما کافی است که از خودتان دفاع کنید، کافی است که شما بیاد از دین دفاع کنید در برابر این همه تحقیر تهماتی که از طرف رسانه‌ها می‌شود. اگر شما از خودتان دفاع کردن نمی‌توانید، از ارزش‌ها دفاع کردن نمی‌توانید، از اون نام عالمی و ملاگی و داملاگی دفاع کردن نمی‌توانید، پس وظیفه شما چی است؟ وظیفه شما برآمدن به منبر، یک نماز را خواندن و به همین یعنی یا خادم دین؟ نه، من این رو برعکس میگم که این کسانی که این گونه رفتار میکنن، این گونه مناسبت میکنن، دین به آنها خدمت میکنن، نه اینکه آنها خادم دین هستند. بنابر همین حالا بدون آنکه کسی را تنقید کنیم یا شکایت از کسی داشته باشیم، من خواهش میکنم شما در این گونه حالتها وظیفه اصلی شما هست که بیاید از دین، از ارزش‌ها دفاع کنید. اجازه ندهید که یک طایفه اسلام ستیز، دین ستیز به هر بهانه بیاین نام ملا، نام دین، نام اسلام را خدشه‌دار کنند. چون وقتی که من از ده ها هزار کیلومتر دورتر از تاجیکستان وقتی که نوارها را میبینم، اصلا چرا اون خواهشی اعتراض کردن پیدا می شود، خواهشی آن پیدا می شود که بیام از دین دفاع کنم. اگر در داخل تاجیکستان مفتی تاجیکستان، خطبای تاجیکستان یعنی امام خطیب ها و دیگر علما اگر از این گونه حالت ها دفاع میکردن از دین، از ارزش‌های دینی، مطمئن باشد که دیگر نیاز به آن نبود که من بیایم از اروپا در نزد دوربین بشینم و در این بارها صحبت کنم. اما وقتی میبینیم که یک عده دارن علیه اسلام در تاجیکستان میتازن، آبروی دین ملت رو میبرن، باقی مانده علما، کسانی که وظیفه اصلی اشون هست باید دفاع کنن، خاموش هستند و یک موقعی شترمرغی را انتخاب کردن که گویا سر خود را زیر قوم میکنن، زیر رگ میکنن، به همین گویا دیگر دنیا وجود ندارد، همه جا تاریک است، هیچ کس آنها را نمیبیند. نه، این طور نیست. در اون صورت ما مجبور میشویم بیایم وارد میدان شویم و از دین خود، از نام پدران خود، بابایان خود دفاع کنیم. بعد ما را متهم به آن میکنن که در موضوع دینی زیاد گپ میزنیم، سوء استفاده میکنیم از دین. شما حکومتداران محترم، اولش کار نکنید که ما بیاییم به خاطر دفاع از ارزش‌ها و دینمان با شما سر به سر شویم. شما علمای محترم، امام خطیبان که حالا در خدمت این حکومت خود را قرار دادید و خود را مخالفین ما حساب میکنید، حداقل در اینجا بیاید خودتون وارد میدان شوید و نگذارید که ما بیایم از دین دفاع کنیم. چون وقتی که اونها تحقیر میکنن،
من احساس میکنم که دارن پدری من را تحقیر میکنن، چون پدری من هم داملا تیلا بود، خلیفه تیلا نام داشت و من در خانواده یک مولای دهه بزرگ شدم و هر کسی اگر بیاید تحقیر کند مولا را، داملا را، اسلام را، من این را همچون تحقیر به حیثیت و شخصیت خودم میدونم و وظیفه خودم میدونم که بیام از خودم، از دینم، از پدرم، از بابایم دفاع کنم. اما اگر کسی به دین ربط ندارد، تحقیر یک مولا، تحقیر دین را برای خودش تحقیر حساب نمی کند، این کار شخصی اون است. اما وظیفه علمای محترم، امام خطیبان، حتی اگر اعتقادم نداشته باشند به آنکه بیایند در این لحظه ها از داملا و از لباس خودشان، از سله و جامعه خودشان دفاع کنند، حداقل به خاطر آنکه امروز مسجد و مدرسه و اون لباس منبر پیامبر شما را خوانده ایستاده است، به خاطر اون نان دهانتان، رزق فرزندانتان شما وظیفه دارید که بیاید از این کسب خود دفاع کنید. ما این را همچون کسب دفاع نمیکنیم، همچون ارزش، همچون دین، همچون آبرو دفاع میکنیم. شما حداقل بیاید همچون کسب خود دفاع کنید، چون یک معلم از کسب معلمی دفاع میکند، یک سرتراش از سرتراشی دفاع میکند، یک هر دوریدگر، دوزنده. چرا شما که خادم دین هستید، مولا هستید، وقتی که مولاها را تحقیر میکنند آماده نیستید که به خاطر دفاع از کسب خودتان صدا بلند کنید که شما حالا خادم دین بودن را همچون کسب قرار دادید؟ ما که برامون کسب نیست، برامون ارزش است، انگیزه هست، برامون دین هست، برامون حیات هست. حالا وقتی میبینیم که شما خاموش هستید دیگر مجبور هستیم که بیایم صدا بلند کنیم. امیدوارم که این صحبت های بنده نه به خاطر انتقاد بود. باز تکرار میکنم که من یکی از شاگردان شما هستم و همیشه میدونید که چقدر احترام و چقدر بزرگداشت نسبت علما ما داشتیم و هنوز هم داریم. اما وقتی میبینیم که این همه احترام مردم سوء استفاده می شود و در جایی که باید علما صدا بلند کنند صدا بلند نمیکنند به خاطر دفاع از دین و از آیین و از ارزش‌ها، از نام ملاگی، دیگر اینجا جای خاموش بودن ما نیست. ما باید این موضوع را مطرح کنیم. هم دیاران گرامی، بار دیگر یکایک شما را به فرارسی این عید بزرگ تبریک میگویم. به همگان تنصیحاتی، به همگان سعادتی دارین، به خصوص به برادران مهاجر و زندانیمان هر چه زودتر تمنای رهایی از این مشکلات را دارم و دعا میکنیم که پروردگار علمای ما را که میراثبران پیامبران هستند، از آن جمله پیامبر عزیزمان حضرت ابراهیم، در این شب و روزها اون ننگ و ناموس و آر دینی و ملیشان را بیشتر کند و بیایند وظیفه و مسئولیت خود را انجام دهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.